مقامات تاجیک اعتراف میکنند که تحریم‌های غرب علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی میرساند. کشورهای غربی به دلیل حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کردند. کارشناسان از آغاز هشدار می‌دادند که تاثیر تحریم‌ها در تاجیکستان نیز احساس خواهد شد. در حال حاضر شریک مهم استراتژی تاجیکستان روسیه است و البته بعد جاری نمودن تحریم‌ها علیه روسیه به بعضی از سمت‌های استراتژی ما تاثیر می‌رسانند. آن سمت‌هایی که به آنها تاجیکستان بستگی زیاد دارد. پیش از همه این عرصه گاز و نفت است. تامین بازار تاجیکستان با محصولات نفت و گاز. غیر از این امروز ما تمام محدودیت‌ها را که خود روسیه جاری نمود در مورد انتقال گندم، این به فعالیت شرکت‌های وطنی که با کارکرد و استحصال محصولات گندمی سر و کار داشتند هم تاثیر کرد. مسکو یکی از شریکان اساسی تجارتی دوشنبه است. سال گذشته داده‌گیری میان دو کشور 1.2 میلیارد دلار بود. بعد جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه این آمار قریب 50% زیاد شد. مقامداران تاجیک امید دارند که تاجیکستان از تحریم‌ها ممکن فایده هم بیند. همین تاثیرهای سانکسیون روسیه به اون آورده رسوند که مثلا ما حوزه فکری تستر سازمان دادن کارخانه‌های کارکردی روغن در تاجیکستان کردیم. مقامات تاجیک گفتند برای کم کردن تاثیر تحریم‌ها به تاجیکستان برنامه تهیه کردند. جزئیات این برنامه معلوم نیست. برخی کارشناسان راه حل مسئله را چنین می‌بینند. فکر می‌کنم که یگانه راه این دیورسیفیکاسیون هم واردات است هم دیورسیفیکاسیون صادرات است. ما باز یک بار دیگه دیده برای من گمان می‌کنم که بسیار نمونه محصولات ما می‌توانیم که از هندوستان خریم، از پاکستان خریم، از مصر خریم، از امارات‌های عرب خریم، از ترکیه خریم. وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای قرار داده است که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. برخی کارشناسان در دوشنبه هشدار می‌دهند که مقامات باید احتیاطکار باشند چون نقض تحریم‌ها می‌تواند برای تاجیکستان مشکل‌های نو ایجاد کند. پیشتر آمریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دور زدن تحریم‌ها مجازات کرده بود.